دیگه هیچ کس دونات SMP بازی نمیکنه. حالا میپرسید چرا؟ دیشب بعد از چندین ماه خاموشی اینترنت وارد دونات SMP شدم و دیدم که همه چیز فرق کرده و خواستم از شاپ وسیله بخرم که دیدم دیگه شاپی نیست. حالا شاپ وجود نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه فارمای کلپ و بامبو و خیلی فارمای دیگه عملاً بیفایدن و هیچ به دردی نمیخورن. و یه چیز دیگه که کسی نمیتونه اسپانر بخره از شاپ. یکم بیشتر گشتم و فهمیدم که بله دونات از چند هفته پیش اصرار داشته که شاپ رو حذف کنن. Do you know why shop sounds changed? Did you like... So why would you put your time into making shop better when we are about to remove it? چون وانیلا نیست و در حال حاضر با وجود نبود شاپ و خیلی چیزای دیگه مثل اسلش اسپان و اسلش AFK سرور توی وانیلا ترین حالت خودشه و شما میتونید از سایت دونات شارد بخرید به جای اینکه بتونید با رفتن به اسلش PvP و AFK کردن شارد بگیرید. هر 400 شارد هم میشه $1 و الان قیمت توتم که بخواید خودتون بخرید از آکشن هاوس 300 شارد و همه چی پی تو وین شده و همین هم ضررهایی داشته که حتی یوتیوبرای دونات هم صداشون در اومده مثل فیرکس و جتیزم. What is this, bro? What is this update? So I just woke up and the first thing I see is Donut dancing happily because he's happy he removed that shop even though everybody hates it. و تو این آپدیت اگر شما بخواید کسی رو وید ترپ بکنید هم برمیگردید روی سرزمین های داخل اند و توتمتون پاپ میشه اگر بیفتید داخل وید. مثل این ویدیو از این استریمر. Alright, let's try this. Alright, I got void trapped, guys. Oh no! و پلیرهای دونات هم از 30,000 تا به نصف یعنی 10,000 تا 15,000 پلیر افت کرده. اما چیزی که من قبل از ساخت این ویدیو دیدم کلا 900 نفر داخل سرور بودن و اقتصاد سرور هم مثل ایران به طور کلی خراب شده و همه چیز گرون شده، مخصوصا الایترا، چون توی آپدیت بعدی قرار ورد بوردر بیشتر بشه و الان هر الایترا 500 میلیون قیمتشه. امیدوارم که دکتر دونات هر چیز زودتر عقدشو به دست بیاره تا اوکی کنه سرور رو.